خیلی خوش اومدی. این مدیتیشن رو میتونی قبل از شروع هر فعالیتی که نیاز به تمرکز داشت در طول روزت انجامش بدی. ازت میخوام قبل از شروع این مدیتیشن بدنت رو توی یه حالت راحت قرار بدی. حالا میتونه نشسته باشه برات یا دراز بکشی. اگر نشستی کمرت رو صاف کن، کف دستات رو به سمت بالا روی پاهات قرار بده و هر وقت آماده شدی آروم چشمات رو ببند. حالا میخوایم روی نفس کشیدنمون یه چند دقیقه تمرکز کنیم. فعلا ازت میخوام نظاره‌گر نفس این باشی. این که نفس کشیدن چه حسی برات داره؟ چه احساسی این نفس کشیدن داره بهت میده؟ دقت کنی کدوم عضله ها موقع نفس کشیدن درگیر میشن. خیلی خوبه. یه نفس عمیق بکش. شاید اون خنکی روی نوک بینیت هم حس کنی که نفس رو داری میدی داخل. موقع بازدم گرمایی که از سینه‌ت به بیرون میدی دقت کن. خیلی خوبه. حالا میخوام یکم این آگاهی روی نفس کشیدنمون رو به کل بدنمون سرایت بدیم. یه نفس عمیق بکش. شکم و دنده‌هات رو کاملا از نفست پر کن و نگه دار. و هر وقت آماده بودی با قدرت نفست رو خارج کن. یه بار دیگه با هم تکرار میکنیم. نفس عمیق بگیر. شکم و دنده‌هات رو کاملا از نفست پر کن و با هر ریتمی که دوست داری نفست رو از دهنت خارج کن. خیلی عالی بود. حالا میخوام به ریتم نفسی که برات مناسب بود برگردی. ببین بدنت چقدر زنده شده بعد از این 3 نفس عمیق و متمرکز. حس کن همین الان توی بدنت حضور داری. حس شیرین هوایی که نفس میکشی. متوجه باشی که این هوا داره به همون انرژی زندگی میده. حس کن انرژی و شوقت برای زندگی بیشتر شده و با این حس یه سری جملات تأییدی که قرار بشنوی رو بپذیر. میتونی این تأییدات رو با صدای بلند یا توی ذهنت بگی، هر کدوم که راحت تری. اما در هر صورت میخوام که کامل حسشون کنی، چون این جملات برای تو حقیقت دارن. حسشون کن توی هر سلول بدنت. من کافی هستم. من همین جوری که هستم ارزشمندم. تکرار کن. من دوست داشتنیم. من آدم خوبی هستم. میدونم که همه چیز برای من خوب پیش میره. من دقیقاً جایی هستم که باید باشم. همه چیز برای من داره درست پیش میره. نیازی ندارم بدونم چه چیزهایی دور و برم دارن اتفاق میافتن که من رو آزرده خاطر میکنن. همه چیزهایی که برای من داره اتفاق میفته پر از خیر هست. من از نیاز به این که همه چیز رو بفهمم دست میکشم. من از وابستگی به هر نتیجه‌ای رها میشوم. من اعتماد دارم. من به این اعتماد دارم که همه چیز داره به خوبی پیش میره. من
اعتماد دارم که الان جایی هستم که باید باشم. من اعتماد دارم که امروز یه روز فوق‌العاده است. من به خودم افتخار می کنم و برای کسی که قرار بشم هیجان دارم. من به خودم این اجازه رو میدم که بدون دلیل خاصی احساس خوبی داشته باشم. من حس خوبی دارم. من خوشحالم. من آرومم. من لایق عشق هستم و این رو به عنوان یک حقیقت میپذیرم. من این جملات رو در عمق وجودم احساس میکنم. من عاشق زندگیم هستم. زندگی هم عاشق منه. درون و اطراف من پر از خوشحالیه. این خوشحالی داره به درون من وارد میشه. این خوشحالی منو روشن میکنه. من احساس سرزندگی بودن میکنم. من احساس آزادی میکنم. من از خودم راضیم و میدونم که میتونم به خودم اعتماد کنم. من میتونم به خودم اعتماد کنم. در همین لحظه من انتخاب میکنم که به خودم گوش بدم. من انتخاب میکنم که به غریزه هام اعتماد کنم. من به حس درونیم اعتماد دارم. به شهودم. من با این کار به خودم احترام میگذارم. من خودم را دوست دارم. این زندگی واقعا یک هدیه است. این زندگی واقعا فوق‌العاده است. من خوشبختم که دارم این زندگی رو تجربه می کنم. در این لحظه هیچ چیزی رو به حالت بدی به خودم نمی گیرم. من قدر همه چیز رو می دونم. من بابت آدم هایی که توی زندگیم هستن شکرگزارم. من بابت درس هایی که یاد گرفتم سپاسگزارم. من بابت جایی که همین الان هستم شکرگزارم. همه چیز داره به بهترین نحو جلو میره. زندگی من فوق‌العاده است. این زندگی برای من مثل یک هدیه است. من خیلی شکرگزار هستم. من سپاسگزارم که این روز زیبا رو شروع کردم. من به این احساس هایی که با خودم دارم ایمان دارم. من انتخاب می کنم که از این روز نهایت استفاده رو ببرم. خیلی عالی بود. ازت میخوام آروم چشمات رو باز بکنی و اون روزی که بهش ایمان داری و اون فعالیتی که حس میکنی داری الان براش آماده میشدی رو بری و با قدرت انجام بدی. روزهای خوب در دستان تو هستش، چون تو ارزشمندی و خواستی که روزت خوش سپری بشه. ممنون ازت.